با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو озодӣ رو مستقیما تماشا دارید. من شالای گلخوجه هستم. در خدمتتون عزیزان سلام. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع صحبت خواهیم داشت. ایدی کمرنگ مطبوعات توجیک در دوشنبه، روزنامه‌های بی‌خریدار و دلسردی ژورنالیستان در جنوب توجیکستان. در بسیار حالت منصبداران ما از روزنامه‌نگاری ما حذر میکنند و حرکت میکنند که با آنها نخورند و حرکت میکنند که با آنها اطلاع ندهند. مشکل هم در همین است. سه‌شنبه 30 روبل روسی و یا پیامد ارزان شدن قرب روبل روسی به خانواده‌های مهاجران توجیک. کرونا ویروس نیست اما تدبیرها اندیشیده میشوند. در توجیکستان بازار و مکان‌های سیرادم را با محلول‌های مخصوص پککوری میکنند. ما حوض استفاده میبریم محلول المدز رو که بر ضد ویروس و میکروب‌ها و باکتریاها استفاده برده میشود. اما شروع میکنم از یک خوش خبر. ورزشکار توجیک صاحب روħħat به المپیادای توکیو 2020 شد. بهادور اسمانوف مجزن معروف توجیک امروز در مسابقه انتخابی المپی در منطقه آسیا اقیانوس در وزن تا 63 کیلو بر ورزشکار ایرانی پیروز آمد. با همین او از نخستین ورزشکاران توجیک شد که روخت بازی‌های تابستانه المپی را به دست آورد. بهادور اسمانوف سال گذشته در قهرمانی بوکس آسیا در تایلند به عنوان قهرمانی دست یافته با مدال طلا سرفراز گشته بود. امروز در امان اردن مجزن آخرین توجیک شببوس نعمتulloyev در وزن تا 81 کیلو برای به دست آوردن روخت المپی تلاش میکند. امروز در توجیکستان روزی матбуот رو جشن گرفتند که چند سال اخیر وضعیت ناخوبی را پس سر میکند. دست کم در 4 سال اخیر چندی از نشریه‌های مستقل از کار مانده، برخی از خبرنگاران در کشورهای خارجی پناهنده شدند. صاحبان نشریه‌ها از کار ماندن مطبوعات مستقل را به فشارهای مقامات ربط میدهند، ولی مقامات میگویند که آنها به سبب مشکل مالی بسته شدند. در این روز با کمک همکارم آرزوی کریم به کار مطبوعات ولایت ختلان نظر می‌افکنیم که نمونه از خیروار است. یک آدم اومد ما یک 10-12 گازت پرسید به نهایت خرسند شدم. این مثالی که ما سر خودم گذروندم. ما گفتم که بچه جان شما میخوانید این گازت؟ گفت نه. چیکار میکنی خ گازت؟ ما میبرم گفت یا شکای سیو مونده گفت سیو میپیچونیم. بدخشان زردکوبا خبرنگار است و 8 ماه پیش در مرکز باختر دکانی نشریه فروشی باز کرد تا به قبل خودش در بالا بردن فرهنگ جامعه سهم بگذارد، اما حالا مایوس و دل سرد شده است. با خلاصه اومدم که باید همین دکان بندم. من دیلم به همون گازیتایی که در بیرون میگذارمش ساعت‌ها میستن زرد میشوند. با خدا دیلم میسوزه. دیلم به مطبوعات میسوزه. دیلم به فرهنگی میسوزه. دکان را در نزد کالج آموزگاری باز کرد و با این اندیشه که میزاجانش زیاد خواهند بود، اما میگوید حتی معلمان هم به دکانش نزدیک نمیشوند. چقدر گازتی که میگیرم قریب 93%ش در گشته برده میسپرم، برای که یگان کس طلب خریداری خواندن گازت نیست. عموما اگر بگیم در فکر خواندن گازت هم نیستن. البته اینترنت و نشریه همه خبرها در آن در همه جا بازار نشریه‌های چاپی را کساد کرده است، ولی نبود مطالب خواندنی هم یک سبب بی خریدار ماندن روزنامه ها بوده است. یگانه چیزی که ما میفروشیم این همین مجلای دلکشو و همینای اینا را بسیار آدمای میگیرن که یا فرزندش در حبس یا که برادرش یا که به خریدار ماندن این نشریه ها نه تنها خاصی باختر بلکه تمام تاجیکستان است، چون سالهای اخیر به سبب فشار و تهدید مقامات به خبرنگاران بسیاری از آنها از انعکاس مشکلات جامعه میترسند. لیکن در بسیار حالت منصبداران ما از روزنامه‌نگاری ما حذر میکنند و حرکت میکنند که با آنها نخورند و حرکت میکنند که با آنها اطلاع ندهند. مشکل هم در همین است. همین مشکلات در آستانه روز مطبوعات در تاجیکستان در یک نشست در باختر بررسی شد. مشکلاتی که به قول خبرنگاران هر سال به آن دشواری‌های دیگر ضم می‌شود. حالا رو میاریم به افغانستان. ظاهراً مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان افغان هنوز آغاز نشده به بنبست مواجه گردیده است. طالبان حکومت را به آن گونه گور میکنند که سازش طالبان به امریکا را مورد بازنگری قرار دادند. تفصیلات در گزارش کیومرسیتا. جنبش طالبان میگوید
فرمان پرزیدنت افغانستان اشرف غنی در مورد رهایی 1,500 طالب محبوس از زندانهای این کشور مخالف سازشی است که طالبان با امریکا امضا کرده و طبق آن میبایست راه برای مذاکرات صلح باز میشد. روز 10 مارس اشرف غنی در فرمان امضا گذاشت که بر پایه آن در دوام 15 روز آینده و همزمان با مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان 1,500 طالب از زندانهای حکومتی رها خواهند شد. هدف از رهایی طالبان محبوس ایجاد اعتماد میان حکومت رو به غرب افغانستان و جنبش طالبان است که بیش از 18 سال این جانب با هم جنگ دارند. اگر مذاکرات صلح با موفقیت پیش رود، حکومت عهدهدار شده است که هر 2 هفته باز 500 طالب محبوس را آزاد میکند. همین طریق 5,000 طالب محبوس به تدریج رها خواهند شد. اما سخنگوی طالبان در قطر سهیل شاهین میگوید طبق سازش با واشنگتن که ماه گذشته امضا شد 5,000 طالب محبوس باید پیش از آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان آزاد کرده شوند. بینندگان عزیز، از همه شما دعوت میکنیم که در معین کردن نوار بهترین آزمون رادیو آزادی با نام لحظه های انتخابات سهم گذارید. در کانال آزادی ویدیو در پلیلیست مخصوص 14 نوار گذاشته شده است. این نوارها از جریان انتخابات پارلمانی 1 مارس از طرف کاربران نوار برداری گردیده است. نواری که به شما پسند می آید لطفاً لایک بگذارید و در زیرش عقیده خود را نویسید. 6 نواری که بهای بلندتر این رو میگیرند به مرحله دوم آزمون راه داده می شوند. برای بهترین نوارها مکافات ویدیو کامera، پلانشت و سمارت فون تقدیم می‌گردد. حالا به یک آگاهی دیگر توجه کنید دوستان و سپس درباره کاهش روبل روسی و تاثیر آن به خانواده‌های تاجیک و پوکوری سانیتاری در بازارهای دوشنبه گزارش می‌دهیم. ما را همراهی کنید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روبل پول ملی روسیه در چند روز اخیر به شدت ارزش خود را از دست می دهد. روز 10 مارس نرخ آن یک باره 5% پایین رفت و کارشناسان این روز را برای روبل سه‌شنبه سیاه عنوان کردند. روسیه کشوری است که بخش اعظم مهاجران تاجیک را با کار تامین می کند و درآمد مهاجران با روبل است. اکنون افتقار به روبل برای اقتصاد تاجیکستان و نیکوحوالی خانواده‌ها در کشور چه تاثیر می‌گذارد؟ همکارم عبدالله شوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست می شود که تو بگویی که چرا قرب روبل پایین رفت، یعنی انگیزه اش چی بود؟ سلام شهلا. سبب بقوربشوی روبل و پایین رفتن نرخ نفت ربط دارد. بخش اعظم درآمدهای روسیه از فروش نفت است و در پی ناکام شدن مذاکره‌های میان رهبری اوپک عربستان سعودی با روسیه قرب روبل روسی به شدت پایین آمد. قرب روبل روز 9 مارس تا به 74 روبل رسید و بعداً کمی برقرار شده 10 مارس در سطح $1 برابر 71 روبل قرار گرفت. اقتصادشناسان قیمت $1 را پایین ترین نشان داد بعد از سال 2016 میدانند. خب عبدالله، قرب روبل طور گفتیم پایین آمد. برای اقتصاد تاجیکستان این چه تاثیر میتواند داشته باشد؟ پایین رفتن قرب روبل به اقتصاد تاجیکستان تاثیر مستقیم دارد شهلا. اقتصاد کشور پایبند مبلغ‌های مهاجران کاری از روسیه است. تنها در سال گذشته 2019 مهاجران از این کشور به تاجیکستان $2 میلیارد و 700 میلیون پول فرستادند. اکثریت این مبلغ‌ها یا 80% ارز خارجی که به تاجیکستان وارد می‌شود با روبل است. از اینجاست که کارشناسان میگویند تاثیر منفی پایین آمدن قرب روبل را هم اقتصاد کشور در کل و هم هر یک خانواده‌ای که در خارج مهاجر کاری دارد احساس می‌کند. تاثیر پاشوی قرب پول روسیه به آن آورده رسانده شده است که در روسیه و در مملکت‌هایی که با روسیه کار می‌کنند قرب دلار بالا میرد و از این سبب با قرب سامانی ممکن کمتر پاش شود. یک جهت این پاشوی قرب روبل روسیه به آن آورده می‌رساند که
ارزشی همون مبلغ‌های انتقال شده به تاجیکستان وارد شونده ممکن کم شود. خب назари Баҳром Шарифовро шунидем. Абдулло, ҳоло дар Тоҷикистон қурби рубл чанд аст ва оё пешбинӣ кардан мумкин аст ки қурб аз он ҳам поён биравад? пас аз поин омадани қурби рубл дар Русия, Бонки миллӣ арзиши 1000 рублро барои рӯзи 10 март 141 сомонӣ муайян карда буд, аммо имрӯз қурби расмии 1000 рубл 134 сомонӣ таъин шудааст. Вале қурби асъор дар бонкҳои тиҷоратӣ аз ин ҳам арзонтар аст. Бонкҳо дар Тоҷикистон ҳоло бар ивази 1000 рубл 133-134 сомонӣ медиҳанд. Коршиносоне ки با ما هم صحبت شدن میگویند روسیه ذخیره‌های بزرگ اسعاری را در اختیار دارد و به احتمال زیاد از این بیش نمیگذارد که روبل قرب خود را از دست بدهد. تشکر عبدالله عزیز. امیدوارم این مسئله برای بینندگان ما فهم شد. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت که 11 مارت نشر شد، تا امروز در سراسر عالم بیش از 110,000 نفر گرفتاری کرونا ویروس بوده، زیاده از 4,000 نفر هلاک شدند. بیماری کووید 19 در ماه دکبر سال گذشته در چین سر زده بود و در شهر ووهان که مرکز این ویروس به شمار می رود، نزدیک 81,000 نفر گرفتار شدند. از بین آنها 3,100 نفر فوت دیدند، 59,000 نفر دیگر شفا یافتند. تا امروز کرونا ویروس در بیش از 100 کشور عالم تصدیق شده است. برای دیسوفی میگوید در تاجیکستان برای پیشگیری از این ویروس بازار و مکانهای سیرودم را با محلولهای مخصوص پاکیزه میکنند. تهدید خروج کرونا ویروس در جهان مقامات بازارهای تاجیکستان را وادار کرده است که این مکانهای تجارت و سیرودم را یک پی هم دزینفکسیا و یا بی‌ضرر گردانند. متخصصان مرکز جمهوریوی دزینفکسیا پروفیلاکتیکی در این شب و روز خیلی سرتشویش‌اند و میگویند قبل از همه مکان‌های سیرودم و آسیب‌پذیر را بی‌ضرر می‌گردانند. محلول دزینفکتات‌ها یک چند گروه میشد. از آن جمله ما حوزه استفاده میبریم محلول المدز رو که بر ضد ویروس و میکروب‌ها و باکتریاها استفاده برده میشود. تاثیرناکی آن فقط بر ضد آنتیسپتیک میباشد، بر ضد یگام نمود خراکه بر ضد انسانیت ضرر ندارد. مسئولان بازار سفریان دوشنبه میگویند از زمانی که خطر خروج کرونا ویروس در جهان افزوده است، از مقامات اداره سانیتاری و بهداشتی دستور گرفتند که به تازگی و بی‌ضررگردانی بازار و نقطه‌های تجارت توجه خاص ظاهر کرده و نظارت را پرزور کنند. همه روزا چورابینی‌های دزینفکسیونی رو سحر ساعت‌های 6:30 پیش از سرشوی کار و بعد از رفتن صاحبکاران چورابینی‌های دزینفکسیونی گذرانده می‌شود و با صاحبکاران هم روزا مانیتورینگ گذرانده می‌شود درباره فهماندهی چورابینی‌های سانیتاری فهماندهی‌ها هم روزا می‌شود. صاحبکاران میگویند از خطر و تهدیدهای کرونا ویروس مخصوصا در مکان‌های سیرودم و آسیب‌پذیر آگاهی دارند. در ضمن به رعایت کردن قاعده‌های سانیتاری و اپیدمیولوژی توجه خاص دارند. برای همین ما هم از آدمانی که از ما خرید ما از ایها احتیاط میکنیم و ایها از ما احتیاط میکنن، همین را درجه اولین درجه میشماریم. مقامات اداره بهداشتی میگویند تدبیرهای بی‌ضررگردانی و جلوگیری از پنه‌شوی کرونا ویروس در اکثر اداره و مؤسسه‌های تاجیکستان در حال راه‌اندازی است. از جمله در یک نشست خاص در دوشنبه با اشتراک نمایندگان سازمان جهانی تندرستی و وزارت تندرستی تاجیکستان، نقشه واکنش به حالت فوق‌العاده در رابطه با کرونا ویروس نوع کووید 19 در تاجیکستان در حال تهیه شدن است. تا این دم به خاطر پیشگیری از پنه‌شوی کرونا ویروس در تاجیکستان مسجدهای 5 وقته و جامع بسته شده، تجلیل جشن نوروز و شرکت دانشجویان و مکتبیان در مارشروفکه‌ها لغو شده، مسابقه‌های فوتبال به اشتراک مخلصان برگزار می‌شود. و برنامه هنری نگین امانقول و ازخوانش نقطه توجیک بینابر کرونا ویروس در اسرائیل بکار کرده شده است. در این باره سازمان دهنده برنامه ایلی یعقوبوف در شبکه‌های اجتماعی خبر داد. قرار بود برنامه روزهای 11 و 12 مارت برگزار شود. بینندگان عزیز، شما میتوانید تفصیلات این خبر را در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. فراموش نکنید که فردا در نوید بامدادی صبح بر وقت من شما را منتظر میشوم. تا فردا، خدا نگهدارتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.